خب سلام، امروز اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری به جوجه عروس‌دارن غذا بدیم یا چه وقت میشه بهش غذا داد. خب بیشتر وقتی میشه بهش غذا داد که بهش غذای کافی نرسه، به اندازش نرسه، و وقتایی که مثلا چند تا جوجه عروس‌دارنی داریم پدر مادرش نمیتونن بهش غذا بدن یا به اندازه کافی بهشون نمیرسیم، دیدیم دو تاش یا یکیشو جدا کنیم که بهشون غذای کافی برسه. مثلا من الان دو تا داشتم، یکیش کوچیک‌تر شده بود، یکیش بزرگتر شده بود، به این یکی بیشتر غذا داده بود. من اینو جدا کردم، اون کوچیک‌تر رو گذاشتم توی جاش. بعد زمانی که مثلا بیشتر از یک ماهش بشه میشه اونو جدا کرد و بهش سرل داد. چه زمان میشه بفهمی که چه وقتا بهش غذا بدی؟ تقریبا میشه 3 وعده در روز بهش غذا بدی، مثلا صبح و ظهر و شب، یا 4 وعده صبح و ظهر و عصر و شب میشه بهش غذا داد. بعد مثلا میشه بیشتر از چیندانش میشه فهمید، یا همون جغلونش میشه فهمید که کی باید بهش غذا بدی. خب جغلونه جوجه عروس‌دارن میشه تقریبا این قسمت شکمش و سینه‌اش. خب اگه این مثلا خالی بود، تخ بود، اون موقع بهتره بهش غذا بدید، یا اگه پر بود که نمیخواد مثلا وقتی جداش کردید بهش غذا بدید. وقتی که جداش میکنید از پیش مادرش یا پدرش، بعد اول جغلونش کامل خالی باشه، بعد شما بهش غذا بدید. تقریبا روزای اولش بکن سخته، خودش مثل این صدا نمیده که بخواد غذا بخوره، باید چیز کنه، بعد یکم چند روز بهش غذا بدید. الان من 3 روز جداش کردم، بعد بهش خودتون چند روز غذا بدید تا عادت کنه، بعد بهش اینطوری کنه بهش غذا بدید. اینطوری هم خودش میمونه خیلی سخت و تو مخه، خیلی صدا میده. خب بعد حالا بریم برای درست کردن سرلاک. خب برای یکم آموزش برای اینکه سرلاک رو چجوری باید بهش بدی و اینا الان بهتون آموزش میدم. خب بعد من از این سرسرنگای استفاده میکنم که تقریبا کج، مثل این قسمت کجیش بهتر سمت راست، رو پایین سمت چپ رو پایین باشه، چون اگه اینطوری باشه به مجرای تنفسیش همون نایش آسیب میزنه و میره توش و ممکنه که خفه بشه و بمیره. اینا تقریبا تا این قسمت کجیش رو دهن عروس‌دارن، جوجه عروس‌دارن بیشتر نمیره. این تاش هم میشه ببینید. بعد اینا رو میتونید از پرنده فروشی رو بگیرید و حتما قبل اینکه استفاده کنید یا هر بار قبل اینکه استفاده کنید بخواد به جوجه سرلاک بدید، بعد با آب جوش بندازیدش تا میکروباش رو بگیره یا همون ضد عفونی. بعد این سرنگ فکر کنم سرنگ معمولی هم فکر کنم بشه، یا اگه سرنگ معمولی نشد از همین سرنگای سرپیچی استفاده کنید. سرش شبیه پیچه، این سرنگ میره داخل وسط این. بعد قبل اینکه بخواید به عروس‌هلندی سرلاک بدید حتما از اون کسی که ازش سرلاک خریدید بپرسید که سرلاک باید توی آب جوش حل بشه یا آب ولر. الان این سرلاک من دارم با آب ولر الان این آبی که اینجا ببینید آب ولر. بعد سرلاک بعد تقریبا یه قاشق غذاخوری باید بریزید، یا بعد غلظت سرلاکی که درست می‌کنید مثل ماست باشه تا بهتر عروس‌هلندی باشه، مثل آب باشه که معلوم اصلا مفید نیست براش. بعد قبل اینکه بهش سرلاک بدید حتما حتما اندازه درست کنید، یا اگه اندازه درست نمی‌کنید کم درست کنید، یعنی یه سرنگ بیشتر آب جوش نریزید. بعد تقریبا 10 گرم یا یه قاشق غذاخوری سرلاک بریزید، باش هم بزنید تا قشنگ درست بشه سرلاک. خب بریم برای درست کردن سرلاک. این ببینم ای بابا یه بار گیر. خب بعد یکم آب جوش یا همون آب چیزم خودمون
آوری که درست کردیم همین آب گرم رو داریم ظرف که ما سریلاک رو مخلوط کنیم میتونیم تکونش کنیم تا دمای ظرفمون درست بشه. بعد آب رو خالی میکنیم بعد دوباره به اندازه 10 سی سی تقریبا توش ظرف میدیم آب بریزیم. شما کم درست کنید یا همون یه سرنگ بیشتر نریزید تا زیاد هدر نره تا باید دستتون بیاد شده درست. بعد تقریبا اونقدر آب میسید. بعد سرلاک رو میارید توش میریزید. اما یه قاشق سرلاک به نظر من کافیه. ولی بعد به لذتش مثل ماست میشه. بذارید حالا درست کنیم. اما الان غلظتش خوب نیست. بعد یه ذره دیگه بگید. اینقدر هم قاطی کردم فکر کنم زیاد بود نخورد. دست دیگه خب حالا من غلظتش تقریبا اینقدر بشه. یه غلظت خوبی داشته باشه تقریبا مثل ماست باید باشه. بعد یه با سرنگ یه میکشیم خوب اونور قبلش آب بزنیم هنوز بشیم. بعد سرنگ رو از داخل آب کنیم بیرون. شما که اینجا وایسادید خب جوجه رو میدارید پشتش روی شما باشه. بعد اون قسمت کج سرنگ رو میدید سمت چپ رو به پایین یا سمت راست رو به پایین خودش تقریبا تا قسمت همین کجی سرنگ تا قسمت همین کجی سرنگ بیشتر توی دهنش نداشت ممکنه خفه بشه. این مستقیم سمت کجیش رو به پایین باشه ممکنه خفه بشه و بمیره. پس میدینو بهش سرنگ تقریبا این قسم رو به رو باشه. بذارید چپ بدم نمیدید اینطوری یواش یواش بدید زیادم ندید. وقتی جغلونش یواش بود یا خدا میمیره. وقتی جغلونش زیاد پر شد زیاد بشنید یعنی جغلونش به اندازه کافی باید پر شه. اگه زیاد پر شه شاید ممکنه بمیره. بعد این جغلونش اصلا فشار ندید بخواید ببینید فقط اصلا دور ببینید خودش بکنم معلوم میشه. اگه ایو بخور پر ریخت اگه جغلونش فشار بدید ممکنه بیاره بالا و احتمال مرگش هم هست. حالا اولین بار که میارید تقریبا جغلونش خالی باشه. بعد سرنگ رو یواش یواش باید بیارید توی دهنش یعنی اینجوری دهن شما نمیدونید بگیریدش دهنش رو از کنار لبش بیارید توی دهنش. بعد بیازارید بره تا تقریبا اینقدر توی دهنش. بعد اون موقع دیگه بهش غذا بدید خودش عادت کنه. بعد همینطوری بهش غذا بدید تا جغلونش تقریبا پر بشه. بعد که پر شد دوباره وعده بعدی بهش بدید یا وقتی که جغلونش خالی شد. کامل خالی هم نه چون گرسنش می‌دارید این بده.
حتما قبلش سرسرنگی رو بذارید توی آب جوش تا ضد عفونی بشه، قبل هر بار سرلاک دادن، چون ممکنه جوجه میکروب بگیره و احتمال مرگش هم هست. زیاد محکم سرنگ رو فشار ندید توی دهنی، چون با فشار بره ممکنه خفه بشه و بمیره. پس باید با احتیاط بچپید. بعد چند وقت خودش ده میخوره، اصلا ببری سمتش میاد خودش یاد میگیره میخوره. ایسا خور بخور. خب دیگه نمیخوره، همینجا قلونش نگاه کنید کامل پر شد. خب الان این دیگه غذا نمیخوره تا بعدیش تقریبا میشه یه چند ساعتی دیگه که قلونش خالی شد. خب بعد اگه دیدید سرلاک اضافی اومد یا بریزیدش بره یا دستمال بکشید بذاریدش یه جای مناسب بمونه، بعد دوباره یه ذره آب روش قاطیش کنید بریزید. به نظر من بهتره که بریزی بره، نذاری بمونه. پس اندازه درست کنید اول، بعد اسراف نشه که خود بریزید دور. خیلی ممنون.